بهتون کتابخونه‌های آمریکا رو نشون بدم. توی همه کتابخونه‌های آمریکا سری پرینتر و کامپیوتر وجود داره که شما به صورت رایگان میتونی ازشون استفاده کنی. توی کتابخونه‌ها نه تنها ورود بچه‌ها ممنوع نیست، بلکه یه قسمت برای بچه‌ها درست کردن که بچه‌ها میتونن اونجا کتاب بخونن و بازی کنن و مزاحم بزرگترها نشن. حتی با این کارشون بچه‌ها رو ترغیب به اومدن به کتابخونه میکنن. اینجا با توجه به کتاب مورد علاقتون بهتون کتاب پیشنهاد میکنن یا اگه کتابی رو بخواید براتون پیدا میکنن. خیلی هم خوش اخلاقن. علاوه بر کلی کتاب، کلی دیویدی دارن که شما اگه بخواید میتونید اونجا حتی بشینید فیلم نگاه کنید. کتاب‌هاشون به زبان انگلیسی محدود نمیشه و به زبان‌های مختلف کتاب دارن. این قسمت استادی روم هستش که عایق صدا هست و اونایی که نیاز به تمرکز بیشتر و محیط ساکت‌تر دارن توی این قسمت کتاب میخونن. هر کتابی هم که خواستید با خودتون ببرید، هم کارت عضویتتون هم کتاب رو